بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای دوست داشتنی، نازنین و همیشگی برنامه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. الهی که اینجا به شما خوش بگذره و برنامه‌مون به چشماتون بیاد، به دلتون هم بنشینه. خیلی احتمال میدم این اتفاق بیفته، چون شرفیاب میشیم محضر امیرالمؤمنین و کلمات دلنشین و نغز و راهگشاشون در نهج البلاغه شریف، اخو القرآن کریم، به کارشناسی استاد عزیزم استاد رمزی اوحدی. بعد از این صلوات و میان برنامه‌ای که دوستان پخش کردن برگشتیم، گفتگومون رو شروع می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با اجازه شما سلام و خیر مقدم عرض بکنم محضر استاد رمزی اوحدی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. خوشحالیم از زیارت. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم محضر جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت خودم رو تقدیم میکنم. زنده باشید و برای اونها نیکبختی دو سرا را از خدای بزرگ میطلبم. زنده باشید. ما برای شما خیلی ممنونم از مهر محبت همیشگیتون. یه نکته عرض بکنم، حتما توی مباحثی که مطرح میشه نظراتی دارید، سوالاتی دارید، پیشنهاداتی دارید روی بخش‌های مختلف برنامه، از جمله موضوعاتی که مطرح میشه، از طریق این زیرنویس‌هایی که پایین صفحه تلویزیونتون میبینید، پل‌های ارتباطی، به ما بگین، اظهار نظر بفرمایید، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم. اینطوری احساس می‌کنیم شما قشنگ مشارکت دارید در برنامه خودتون. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان رو حتما فراموش نکنید، اعلام نظر بفرمایید. خب ما خدمت شما هستیم. نامه 31 نهج البلاغه. یکی از زیباترین رفتارهای تربیتی امام علی علیه السلام که بی سابقه بوده و مبدع و طراحش امام علی علیه السلام بوده، نامه‌نگاری های تربیتیه. یعنی چی؟ یعنی حضرت برای امام حسن مجتبی نامه نوشته. خیلی جالبه. حضرت برای پسر خودش تو خونه خودش براش نامه نوشته که بمونه به عنوان یه منشور. تو همین سیاق و روش آقایون علما برای فرزندان خودشون نامه نوشتن. البته این سیاق و این روش رو امام حسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام حسن عسکری صلوات الله علیه، امام رضا علیه السلام نامه نوشتن برای شیعیانشون، برای بعضی از اصحابشون، که من اینا رو همه رو الان تو حافظه‌ام دارم. فقط میخوام بگم یه همچین منش زیبای تربیتی از امامای ما هست. تو همین راستا آقایون علما یه همچین کاری کردن. مثلا جناب سید ابن طاووس برای پسرش، دوران معاصر خودمون مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای پسرشون نامه نوشتن. این یعنی چی؟ این یعنی یک نگاشت تربیتی ماندگار. طرف پدرش آروم آروم از صفحه ذهنش خارج میشه، اما نوشته هست. میگه این دست خط پدرمه، برام یادگاری نوشته. ولذا این یه روش تربیتی است که امام علی علیه السلام مبدعش بوده و نامه 31 نهج البلاغه یکی از پرمحتواترین مباحث تربیتی نهج البلاغه است. روش تربیتی ماندگار، یعنی بعد از موت طرف هم الان یه زندگی اندیشه شده رو امام داره برای ما بیان میکنه تو این نامه. خیلی نامه زیباست. سطح کلام حضرت در حد یک زیست محلی و قبیله‌ای نیست، یه زیستنامه جهانی واقعا. یعنی اون طرف کره زمین هم اگر کسی این نامه رو بگیره دست بخونه میبینه چقدر محتوا داره. محتوا فراتر از کلام خلق واقعا. حالا من بعضی از تکه‌هاشو اگر بیان کنم، واقعا اینو از سر تعصب علاقه‌مندی که به امام علی دارم که افتخارم میکنم نیست، که واقعا این کلام یه زیستنامه جهانی تربیتیه که اون طرف کره زمین هم مثلا یه سرخپوستی هم بگیره بخونه میگه آقا این متن فاخریه. نه، واقعا متن عجیبیه. لذا حضرت با کلامش ما رو تو این نامه به زمانهای جلوتری میبره. این عقل رو زنده میکنه. تو همین نامه ها
شما وقتی نگاه میکنید شما رو از زمان عبور میده، امام علی علیه السلام میبره جلو، یه ذهنخوانی دقیق تاریخی رو داره به امام حسن مجتبی منتقل میکنه. خیلی زیبا. و کار تربیت هم البته کار سختیه جناب قوامی. کار تربیت اگر اهمیت نمی داشت، خداوند متعال 2 پیغمبر رو برای هدایت 1 نفر نمیفرستاد. 2 پیغمبر برای هدایت 1 نفر؟ فقط برای هدایت 1 نفر. حضرت موسی و هارون رو فرستاد برای فرعون. اینقدر مهمه آقا یه آدم اصلاح شه، که اصلاح هم نشد. تربیت مهمه. پدر و مادرها سختی میکشن برای مباحث تربیتی. بله الان نشسته داره برنامه شما رو میبینه، برنامه کانالای دیگر رو میبینن، شبکه‌های دیگر رو میبینن، دنبال میکنن، خسته میشن، وقت دارن میگذارن، ولی این وقت یه نوع عبادته. کار سختی هم هست. خب این مهارت رو باید یاد گرفت. لذا حضرت تو این بحث نامه 31 نهج البلاغه داره یک روش تربیتی جدیدی رو به ما یاد میده. آقا یک انسان هوشمند کیه؟ حضرت داره تو این نامه میگه انسان هوشمند کیه؟ حضرت میفرمند انسان هوشمند کسیه که بره اقوام گذشته تاریخی قبل رو ببینه، علت افت و اوج اینا رو بررسی کنه. یه ذهنخوانی تاریخی داره به امام حسن مجتبی ارائه میده و 4 بار این جمله رو تکرار میکنه. پسرم تاریخ گذشتگان رو بخون، ببین علت سقوطشون چی بوده. حالا تاریخ گذشتگان رو نمیخونی، تاریخ معاصر خودتو بخون، ببین فلان فامیلتون عصبانی شد، یه نفر رو زد کشت، چه بلایی به سرش در اومد. دیدی قصاصش کردن؟ دیدی چه خون و دلی این آدم به خاطر اینکه خشمش رو کنترل نکرد به دل خودش و زن و بچهش و پدر و مادرش ریخت و زندگی خودش رو ناتمام گذاشت به خاطر یه خشم. دیدی شیطون چه به سرش در آورد. عبرت بگیر. بله. حضرت تو این خطبه داره به ما یاد میده آقا تو اگه میخوای تو درون خودت گم نشی، بابا یه ذره این افق دیدتو ببر بالا، تاریخ گذشته تو بخون، ببین چه خبر بوده، چی گفتن، تاریخ گذشته چی بوده. ولذا یکی از سوالای مرکزی که تو این خطبه خوابیده همینه که آیا انسان هوشمند کیه؟ حضرت اول دست میذاره روی مبحث تاریخ خوانی احوالات گذشتگان. حضرت به امام حسن مجتبی تو این نامه میگه پسرم من جوری اقوام گذشتگان رو قور کردم که انگار با اونا زندگی کردم، اینجوری لابلای رفتارهای اینا رو نگاه کردم که انگار با اینا بودم. نه اینکه سطحی نگاه کنی بری، نه، دقیق شو. ببین مثلا فلان دانشمندی که خارج از دین اسلام بوده 600 سال پیش، عامل رشد این چی بوده؟ فلان حکومت، فلان خانواده چرا درخشیدن تو تاریخ؟ اینا رو درنگ کن روش. ولذا حضرت به ما داره چیزهایی رو الحاق میکنه به ذهنمون، داره عقل ما رو میسازه. حضرت داره اینها رو به ذهن ما میچسبونه، این جمجمه سیاه ما رو داره نورانیش میکنه. اولین نقطه رو که مطرح میکنه تاریخ نگاری، تاریخ خوانیه که پسرم من مأمور به تربیت تو بودم و تو رو تربیتت میکردم. بهترین موقعیت تربیت دوران نوجوانی تو بود. بعد حضرت میفرمند من قرآن رو به تو یاد دادم. خود در احادیث ما هست که فرزندانتون رو تربیت کنید بر اساس 3 چیز: قرآن، حب نبیکم، حب اهل بیت پیغمبرتون. این حدیث مکرر تکرار شده با شکل‌های مختلف در کتب مختلف. یعنی چی؟ یعنی ما بخش تربیتیمون، امامای ما، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود امام علی علیه السلام، چون دستورم داریم که فرزندانتون رو به حب علی ابن ابی طالب تربیت کنید. سوال: آیا امامای ما آدرس تربیت جایی رو میدن که غلط باشه؟ خیر. نه. قطعا شما اینجا جواب میگیری که به شما داره آدرس میده. آدرس چی داره میده؟
میفرماد ادب کنید فرزندتون رو بر اساس قرآن. پس معلومه ما آیات تربیتی داریم تو قرآن. معلومه که آدرس داره میده به پیغمبر توجه بکنید. پس ما باید توجه کنیم به چی؟ به سیره و سخنان این بزرگوار. ببینیم چی گفتن. دستورات حدیثی داریم؟ بله داریم. دستورات حدیثی تربیتی داریم؟ بله داریم. از همه ائمه‌مون هم داریم. زیاد هم داریم. منتها با این زاویه ذهنی وارد بشیم و نگاه بکنیم. لذا حضرت به ما میفرمایند که تو این دنیا داری زندگی میکنی. روی این سیاره‌ای که داری زندگی میکنی نیاز به این داری که راه رو از چاه تشخیص بدی. یکی از راهاش اینه که من به عنوان یه پدر به تو اول قرآن رو یاد دادم. به امام حسن دارن میفرمان تو همین نامه 31. پس مأموریت اول والدین شریفین ما در ایران اسلامی یا هر کسی که مدعی محبت امام علی علیه السلام رو داره، این نامه 31 منشورنامه تربیتی اون خانواده است. حضرت میفرمان من اول به تو قرآن رو یاد دادم. و قرآن چی توش هست که امام علی میفرماد من قرآن رو به تو یاد دادم؟ قرآن یک کتابیه که تصویر مداره. یعنی شما تو هر صفحه میبینی یه تصویری از اون صحنه رو به شما داره نشون میده. خداوند متعال میفرماید تو جریان زندگی حضرت یونس میفرماید که تو دل نهنگ نگهش داشتی. تو داستان جریان حضرت نوح میگه روی دریا نگهش داشتی. تو جریان زندگی حضرت موسی میگه کنار دریا نگهش داشتیم. تو جریان زندگی حضرت عیسی میگه تو آسمان چهارم نگهش داشتیم. شما وقتی اینو به فرزندتون میگید، این فرزند شما چه استحکام روحی پیدا میکنه؟ میگه خداوند متعال به پدر میگه خداوند متعال از عمیق‌ترین جای عالم که کف دریاست یونس رو نگه داشته تا آسمان چهارم. فیما بین اینا رو 4 تا داستان تو قرآن اومده. میفرماد کف دریا یونس، روی دریا نوح، کنار دریا موسی، آسمان چهارم عیسی صلوات الله علیه مجمع. اینا رو من نگهشون داشتم. و این بچه چه استحکام روحی پیدا میکنه دیگه با صخره‌های سخت زندگی و پیچ و خم‌های زندگی و جزر و مدهای زندگی و افت و اوج‌های اقتصادی و مشکلات زندگی این نمیشکنه، چون میگه خدا کمککار منه. پس از اون ور امام علی در نامه 31 میگه من به تو قرآن یاد دادم. قرآن نکات تربیتی توش هست. اگر اجازه بدید ما اینجا نگه داریم، فرمایشات شما رو روش تأملی داشته باشیم، یه فاصله بگیریم برگردیم ببینیم در ادامه فرمایشات امام علی و امام مجتبی چه نکات تربیتی دیگه میتونیم دریافت بکنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نامه 31 اخوالقرآن نهج البلاغه شریف که فرمایشات امیرالمومنین به فرزند ارشدشون کریم آل طاها امام حسن مجتبی علیه السلام هست رو استاد رمزی احدی دارن تبیین میکنن. فرمودن من به تو قرآن آموختم. بسم الله. قرآن ناطق صلوات الله علیه امیرالمومنین داره به فرزندشون میگه من به شما قرآن یاد دادم. خب قرآن داستانهایی درش هست. جناب آقای قوامی، داستانهای قرآن 2 تا ویژگی داره وقتی شما برای فرزندت میگی. چیه؟ 1 تثبیت قلب میاره، 2 نورانیت داره. این داستانهای قرآنی. داستان سیره زندگی اهل بیت چی؟ اونا اینا رو داره، چون اینا عدل قرآنه. پیغمبر به ما آدرس قرآن رو که تنها نداد در حدیث الثقلین. پیغمبر به ما فرمود قرآن و اطرتم. خداوند متعال در قرآن کریم به پیغمبر میفرماد داستان انبیا رو برای تو گفتم که قلب تو تثبیت بشه. یعنی شما اگر داستانهای قرآن رو برای فرزندتون بگید تثبیت قلبی برای فرزندانتون ایجاد میشود. امام علی به امام حسن تو این نامه میفرماد پسرم من به تو قرآن دارم یاد میدم. صرف خوندن نه، خوندن مقدمه است، باید یاد بگیرن. معارف قرآن. معارف قرآن اینو یاد بدیم به بچه ها.
حالا شما مثلا نگاه میکنید به بچه‌ها، میگیم آقا 4-5 سالگی شروع کنید قرآن یاد دادن، میگن آقا فشار نیاد از نظر دینی. بعد همین پدر مادرها بعضیا میبینید که مثلا تو همون 3-4-5 سالگی بچه رو میبرن کلاس زبان، برای اونجا فشاری نیست، به قرآن یاد میرسه میگن که فشار نرید. من اینا رو دیدم که دارم. بله برای هممون آشناست. بعد شما ملاحظه میفرماد امیرالمومنین میفرماد پسرم من اول کارم این بود که به تو قرآن رو یاد بدم. این نکته است. مگر تو قرآن چی هست؟ ما تو قرآن نکات تربیتیشو بخوایم بگیم بایستی 100 جلسه بگیم. حالا اجازه بدید همونی که من میخوام این مصداق درمان بخشی و مؤثر بودنی که حضرت مولا امیرالمومنین فرمودن من به تو قرآن یاد دادم و معناش رو منتقل کنم به بینندگان محترم. خداوند متعال و خود حضرت امیر صلوات الله علیه کمک کنن به بنده حقیر. ببینید اون صحنه ها رو چون من دیدم بینندگان، میریم سراغ اون صحنه. مثلا فیلم حضرت یوسف. حضرت یوسف صحنه اولش اینه، آیات اول سوره مبارک یوسف هم اینه، میگه آقا یک پسر بچه‌ای به نام یوسف یه خوابی دیده، نگران شده، دلهره داره، تو ابهام افتاده، تو دستانداز روحی افتاده. تکیهگاه این پسر کیه؟ باباش یعقوب. این پسر به کی مراجعه میکنه؟ به باباش. به کی اعتماد داره؟ به باباش. صاحب سر این نوجوان کیه؟ باباش یعقوب صلوات الله. همین صحنه رو من بیارم تو محیط خونه. صاحب سر این خانوم کیه؟ شوهرش یا دوستش؟ آقا این قاب مواجهه حضرت یعقوب و یوسف رو ما ببریم تو زندگیمون. امام علی میفرمان پسرم تو نامه 31 من به تو قرآن یاد دادم. خب قرآن چیه؟ قرآن موضوعات روز زندگی من و شما توشه. بله. دختر من تو یه دستانداز روحی افتاده، یه مشکلی براش به وجود اومده، یه بنبست عاطفی براش پیش اومده، یه شکست عاطفی براش رخ داده، یه خراش روانی براش پیش اومده تو محیط مدرسه یا دانشگاه. صاحب سر دختر من کیه؟ دوستش، مامانش نیست. اینجا گسست عاطفی رخ داده. این تابلویی که در مقابل چشم ما قرار داده خداوند متعال از بخش اول سوره یوسف که یوسف صلوات الله علیه میاد به حضرت یعقوب صلوات الله علیه مراجعه میکنه، داره این پیام‌های تربیتی رو به ما منتقل میکنه. یعنی موضوع روز زندگی امروز من و شما که تو خیلی از خونه ها الان این نیست. همینطوره. یعنی الان این آقا مشکل داره تو محل کارش، مشکلاتشو میره به رفیقش میگه، به داداشش میگه، به خانومش نمیگه. صاحب سرش خانومش نیست. اینجا یه اختلال روانی به وجود اومده. امیرالمومنین در نامه 31 میفرماد پسرم من به تو قرآن یاد دادم. یعنی چی؟ یعنی اینکه با این قرآن شما مشکلات تربیتیت حل میشه. من دارم به تو یه چیزایی رو یاد میدم که گره‌های روحی و عاطفی تو رو باز میکنم. خب الان ما چقدر قرآن رو تو مباحث تربیتی کاربردی میدونیم؟ چند درصد نهج البلاغه رو کاربردی میدونیم؟ اون موقع مولا امیرالمومنین تو همین نهج البلاغه فرموده تربیت به عهده پدره. حالا تصور عمومی اینه که تربیت به عهده مادره، در حالی که مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه تو بخش تقسیم بندی وظایف فرمودن وظایف پدر تربیت. عجب. حضرت مولا امیرالمومنین میفرمایند تربیت به عهده پدر، یعنی روز قیامت از این بابت مورد سوالی، چون پادشاه دو سراست حضرت مولا امیرالمومنین، همه این عوالم تو دست اوست. میفرماید پدر مسئوله، یعنی اونور سوال میشی. ولی ما غالبا اینجوری فکر نمی‌کنیم. فکر می‌کنیم وظیفه من فقط معاش خانواده است. مادر کمک کننده است. به عهده پدر مسئولیت تربیت. میدونید اینو از کجا من فهمیدم؟ از اونجا که حضرت تو همین نهج البلاغه میفرمان پدر وظیفه دارد یک اسم نیکو برای فرزندش انتخاب کنه، قرآن رو به او یاد بده. وظایفی رو شما برشمرده حضرت مولا امیرالمومنین برای پدر. بعد از اون برم خودشون میفرمند تو نامه 31 آقا من به تو قرآن یاد دادم پسرم حسن جان،
قرآن به تو یاد دادم. از اون برم به ما فرموده وظایف پدر یکیش اینه، اسم نیکو. اسم نیکو چیه؟ خب ما الان می‌بینیم بعضی اوقات اسم حیوان میذارن روی افراد. من نمیخوام بعضی از اسما رو لغت شناسی بکنم، الان تو ذهنم هست چون میدونم ممکنه روان بعضی از بینندگان به هم بریزه. و تو روایت‌های ما هست که اگر اسم بدی روی شما گوشن اسمتون رو خودتون عوض کنید. شما که نباید اسم حیوان رو شما باشه، این که دیگه خیلی بدیهیه. این پدر کوتاهی کرده، حالا خودت جبران کن. اینو روایت داریم که این کارو بکنید. و خود ائمه ما هم صلوات الله علیهم اجمعین، الان بنده داستان‌هایی تو ذهنم هست که عملاً خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و خود مولا امیرالمؤمنین امام سجاد، بقیه حضرات ائمه هم دارید که بعضی از شاگرداشون اسمای نامربوطی داشتن، غلط انداز بود، اسمشون رو عوض می‌کردن. میگفتن این اسمت خوب نیست، این اسمو بگذار. حتی از حضرت موسی بن جعفر هم داریم که حضرت تو گهواره بودن، به یکی از شاگردانشون اومد به حضرت سلام کرد، چون امام صادق به یکی از شاگردانشون فرمودن پسرم به دنیا اومده موسی، برو بهش سلام کن، این امام بعدیه. رفت سلام کرد. حضرت موسی بن جعفر تو گهواره مثل حضرت عیسی که تو قرآن اومده، به اون شخص گفت اسم بچه‌ت عوض کنی، اسم خوبی نیست. بعد تو وظایف پدر یکیش همین قرآنه که تو نامه 31 بهش اشاره شده بود. خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه. ان شاءالله که توفیق عمل پیدا بکنیم، هر چقدر که یاد میگیریم مسئولیتمون سنگین‌تر میشه، بتونیم بهشون عمل بکنیم. استفاده کردیم. اوامر ندارین؟ سلامتی وجودتون. زنده باشید، محبت دارید، ما برای شما همینطور. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردید. خدا کنه که توصیه‌های امیرالمومنین، فرمایشاتشون در نهج البلاغه و نامه 31 که دارن تبیین میکنن استاد، بتونیم توفیق عمل پیدا بکنیم. در این صورتی که سعادت دو دنیا نصیبمون خواهد شد، اصلا دنیا گلستان میشه. یه بیتو بخونم با شما خداحافظی بکنم. گفت علی زیبایی هر سرنوشت است، اگر الگو شود عالم بهشت است. الهی به برکت ظهور امام زمانمون محقق